سلام، وقت شما دوستان بخیر. خسته نباشید. بنده از کانال آموزش پیسی در یوتیوب بعد از یه مدتی در خدمتتونم و میخوام یه چیزی رو بگم بهتون که خوشحال میشید و از شر یک خریدهای فیلتر شکنه که مثلا مطمئن نیستن و اینا خلاص بشید. دوستان، کانال ما اومده یک رباتی راه اندازی کرده در پیام رسان تلگرام که فیلتر شکن‌های ویتوره که تمام اپراتورها رو ساپورت میکنن و وصل هستن با پینگ های عالی و آموزش فعالسازی اینا رو هم توی ربات قرار داده. خب و پلن های مختلفی داره و یک اکانت تست یکی 3 روزه خدمتتون ارائه میکنه. ربات فعال شده و پلن هامونم از 5 گیگ شروع میشه تا 100 گیگابایت که اگر تصمیم کانال هم تایید بشه میخوایم پلن 200 گیگ اون رو هم اضافه کنیم. خب حالا اولی آموزشی فعلا بهتون بدم که چطور باید خرید بکنید و روش کارت به کارت هم داریم. کیف پولم رباتمون داره، میتونید شارژ کنید. حالا بریم توش و خودتون هم متوجه خواهید شد که این چیه. حالا من فیلترش کنم روشنه. بریم تلگرام. خب این تلگرامه، اینم رباتمون کانفیگ مسته فروشماتیک باز شد. خب من رو که دارید میبینید تیکت های من، آموزش فعال سازی، حساب کاربری، زیر مجموعه گیری که اگر با این لینک که بهتون میده هر نفر رو به رباتتون دعوت کنید و پس از اولین خرید 3000 تومان اعتبار هدیه به کیف پول رباتتون اضافه میشه. این هم شارژ کیف پولتون میتونید این گزینه انجام بدید. اکانت تست هم اینجا میتونید بگیرید. سرویس جدید هم همون کانفیگ رو تا این بخش میتونید بگیرید. کانفیگ هم که میخدم اینجا میتونید مشاهده کنید و حجمشون و تاریخ انقضاشون و تاریخ خریدشون و اینا رو هم میتونید ببینید و حتی QR کانفیگتون هم بهتون میده که میخرید و خودکارم لینک کانفیگ پس از تایید پرداخت بهتون میگه که ارسال میشه خدمتتون و میتونید خرید کنید. هیچ تقلبی هم توی کار ربات نیست. لطفاً با خیال آسوده خریدتون رو انجام بدید. خب پایینش هم خب مشخصات سرویسه که اگه بزنید و لینک ویلس سرویس واسهشون بفرستید واسه همین ربات اونم بهتون هیچ فرقی با این سرویس منتون نداره. خب ما بریم تو خرید سرویس جدید که آموزش بهتون بدم. خب فنلاند تانل ساپورت تمامی اپراتورها. خب این تانل شده سرورمون و اصلا فیلتر نمیشیم ما دیگه. این لوکیشن فنلاند از دیتا سنتر هلسنر هستش که یکی از بهترین دیتا سنتر اون هستش و الانم پینگمون 320 340 هم میره حتی. خب میزنیم روی این. خب دستبندی اکانت شما اصلا بهش کار نداشته باشید. خب میایم روی 1 ماه هستش کاربر نامحدود. کاربرمون مثلا محدود کاربر نداره. خب میزنیم و الان پلن های موجود واسهتون باز شد. خب از 5 گیگ که هم تو خدمت گفتم بهتون خدمتتون میگم 5 گیگ 15 10 گیگ 30,000 تومان 20 گیگ 60,000 تومان 30 گیگ 90 تومان 40 گیگ 80,000 تومان 50 گیگ 100,000 تومان 75 گیگ 150,000 تومان و 100 گیگ 200,000 تومان. خب مثلا من میام روی 5 گیگ رو کلیک میزنم روش. خب حالا اینجا اومده نام پلنمون رو بهمون داده، قیمت پلنمون رو بهمون داده، بعد اینم خودی چی توضیحاتش. خب حالا اگه کارت به کارت رو بزنید یک شماره کارت با یه نام دارنده حسابتون میده و پس از اینکه کارت به کارت کردید عکس فیش بانکیتون رو بعد واسهش تو این ربات بفرستید و پس از تایید تیم پشتیبانیمون کانفیگ خدمت رو ارسال میشه. ممکنه حالا توی 1 ساعت 1 تا 12 ساعت تایید میشه که اکثرا 12 ساعت نمیکشه، کمتر 1 ساعت هم هست. خب
اگه کیف پولتون رو شارژ کرده باشید میتونید با کیف پولتون هم پرداخت کانفیگ انجام بدید که اون دیگه نیاز به تایید تیم پشتیبانیمون نداره. خود ربات به صورت اتوماتیک بهتون کانفیگتون میده. خب این کد تخفیف بخش نکنه کد تخفیف داری میتونید اگه کد تخفیف باشه، حالا 100%، 50%، 50% هر چیزی میخواد باشه، که الان کد تخفیف 50% ما داریم تو کانالمون که لینک کانالمون هم از طریق دکمه کانال ما میتونید بردارید و عضو کانالمون بشید. خب دکمه کانال ما هم تو همین ربات هستش. بعدش دوستان نگاه کنید رو نکنه کد تخفیف داری میزنید، کد تخفیفی که از طریق کانال هست خدمتتون هم ارسال کردم توی کانال امروز 3 روز هم مهلتشه تا جمعه است. حالا تا جمعه است مهلتش. واسه هر یوزر هم یک بار مصرف برای خرید اول کسانی است که تازه تو ربات عضو میشن. بعد از جمعه میکنه تخفیف به پایان میرسه و منقضی میشه دیگه، نمیشه خرید کرد. خب همین بود دیگه، چیز خاص نخوابره ببینید دیگه ببینیم. خب من برگرد به منوی اصلی رو میزنم، برگشتم دوباره اینو باید بزنم که برگرده، اینو دوباره باید بزنم چون هیدر مرحله رو بک میزنه. خب بله الان برگشت. خب کانال ما رو هم خود دیدید اینجاست. میتونید اگر یه مشکلی داشتید روی تیکت های من کلیک کنید. خب لیست تیکتاتون رو میتونید ببینید، تیکت بازتون هم میتونید مثلا این صفحه تیکت رو اگه بزنید میمونید تا بیاد صفحش اومد. خب وارد شکایت رو اگه زدید، شکایتی داشتید در مورد سرویستون، بد بود، خوب بود، و هرچی بود، میتونید شکایتتون رو بگید. اگه مثلا اگه بعد مدتی دیدید که مثلا بعد 2 ساعت یا اگر بعد همون 12 ساعتی که توی پیام تایید پرداخت خدمتتون ذکر میشه دیدین اگه بعد 12 ساعت کانفیگتون ارسال نشد خدمتتون، توی وارد شکایت میتونید تیکتتون رو ارسال کنید و در سریعترین زمان ممکن پیگیریش انجام خواهد شد. و توی دیسکریپشن یا همون توضیحات کانالمون هم آیدی ارتباط و مدیریت اون کانالمون هم توی تلگرام هست، میتونید اونجا هم بردارید که من لینک ربات یا همون آیدی ربات هم توی دیسکریپشن همین ویدیو توی یوتیوب براتون میذارم. دوستان مطمئن باشید که توی این ربات هیچ تقلبی وجود نخواهد داشت و پلناتون هم به صورت اتوماتیک تحویل میده. یعنی نمیگید من برم تقلب کنم و من تحویل دادم، نه، این خود ربات بهتون تحویل میده، کار من نیست. خب روی شکایت که بزنید اول مراحلی که میگن تو باید پیش برید، بعد تیکت ثبت میشه. خب حالا من برگشت میکنم، بک میکنم. خب بک کردم، صفحه اصلی اومدم. خب دیگه حساب کاوری که بزنید موجود کیف پولتون اونجا میتونید ببینید. میام این تو دفتر اکانت تست اگه بزنید یک این هست اکانت تست 3 روزه بزنید بهتون میده. خب این مرحله برگرد به اصلی میزنیم. خب میایم خب دیگه بعد سرویس هایی هم که میخرید تو این سرویس های من هست میزنید روی اسم سرویستون که کلیک کنید میاد بالا. خب نگاه کنید یه در درخواست نمایندگی. خب دوستان توجه کنید، درخواست نمایندگی چیزی هستش که اگر شما تمایل داشتید که نمایندگی ما رو بگیرید و از ما اکانت بخرید و بفروشید بدون اینکه سرور بخرید، که مثلا این 5 تومن تخفیف داده میشه به شما روی کلیه اکانت ها. حالا از 5 تا 100 هر پلنی که ما اضافه کنیم بهتون تخفیف داده میشه. یعنی این نیست که قیمت مشتری بهتون، اینا قیمت همکار خدمت رو ارائه میدیم که حالا میتونید بخرید و همینطور بخرید و بفروشید، هیچ فرقی واسهتون نمیکنه. خب بعدش کیف پولتون هم همینطوره، مبلغ بیشتر 50 تومن باید بدید. عددهایی هم که میخواید وارد کنید عدد لاتین باید وارد کنید، مثلا 1 و 2 اینا رو باید کنن، هر عددی کنن لاتین باید بدین به ربات که بتونه کار کنه، نه ارور بهتون میگه عدد انگلیسی بفرست. خب دوستان عزیز همین بود، چیز زیادی ربات ما نداشت، تمام کاراش به صورت اتوماتیک انجام میشه، دست ما هم نیست. ربات طوری برنامه‌ریزی شده که برای رو سرور کار هر چی که شما خواستید و پاسخگوی سوالات شما مشتریان عزیز باشه. بعد
توی آموزش فعال سازی رو که بزنید اینجا لود میشه واسهتون. آموزش ویترین جی آیفون رو ما نداریم، بهتونم گفتیم تو کانالی که هست، بزنید توی کانال آموزش اتصالمون میرید. واسه اندروید داریم، واسه ویندوز هم داریم، ولی واسه آیفون هم برید مطالعه کنید مطلبی که خدمتون دادیم. من بک میزنم و این صفحه هستی رباتمون. خب الان دیگه کار ما تمومه دیگه، حل دیگه. خب لینک رباتم تو دیسکریپشن میذارم. با تشکر که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید و خدا نگهدار.